سلام و درود به همگی. من حسین هستم، حسین تومار. یه سری پادکست ها برای یوتیوب آماده کردم که بذارمشون تو. حالا پادکست ها حالا اینطوریه که میام میشینم خودم با خودم صحبت میکنم. حالا اگه مهمون داشتیم، مهمون برنامه‌ای دیگه صحبت میکنم. یه سری سوالا من از قبل آماده میکنم، میام اینا رو میشینم میپرسم از خودم، توضیح میدم، میارم اینا رو میذارم. حالا یوتیوب اگه اومد، اول از همه من بگم من توی رشته موسیقی کار میکنم. حالا اسمش هر چی میشه گذاشت، خواننده‌ام توی رشته موسیقی. از 13 سالگی کار میکنم. یه رپر، یه آرتیست، حالا هر اسمی دیگه دوست دارین روش بذارین. این تموم کارا، میکس و مستر کارا با خودم بوده، تکست مال خودم بوده، بیت خودم زدم، میکس و مستر با خودم، همه چی، همه کارا. دیگه جلوتر بریم، حالا ببینیم اگه پادکست ها ادامه داشته باشه، مهمون داشته باشیم، با مهمونا میاریم صحبت میکنیم، گپ و گفت خودمونیه دیگه. حالا از اتاق، از کارهایی که شروع کردم، اولین برنامه تا حالا نداشتم، یکم استرس دارم. در کل من یه آدم، چطوری بگم، خوش اخلاقم. حالا نمیگم بد اخلاقم، تعریف از خود حالا میگن گوخوریه، ولی یکم مودم زیادی درست نیستم. مثلا یه سری مشکلات دارم، حالا دارم با اینا دست و پنجه نرم میکنم. یکم روی اعصاب مشکل دارم. حالا که گفتم من یه خواننده‌ام، یه رپر تو رشته موسیقی، یه فعالیتم شروع شده و واقعا توی این رشته دارم میگم از خودم سعی کردم تموم بذارم، سعی کردم اون شخصیت اصلی خودم رو بذارم. مثل همین الان که اومدم جلو دوربین میگم من اینطوریم، همینی هستم. من شخصیت اصلی رو دارم میارم جلو دوربین و بد باشم بدم، بعضی وقتا خوب باشم خوبم. آشنا میشید، بالاخره آشنا میشید. داره سعی کردم اون چیزی که هستم رو بیارم جلو دوربین، چه جلو دوربین چه موسیقی. حالا من اولین بار دیگه میام جلو دوربین، دیگه باید را بیفتم. این برنامه تازه شروع کردم و عشقم شده همین موزیک. میخواستم صدام شنیده بشه. اینطور که میبینم توی کلان دارین ویدیو رو نگاه میکنی، همینطوری ازش رد میشی، نه نگاهی، نه بازدیدی، نه لایکی. حالا من برای لایک و بازدید و اینا فعالیت نمی کنم، ولی باید از یه جای درآمدی داشته باشم. نمیشه که من یه آرتیستم، زندگی آرتیست نمیشه که من برم تو خیابون جار بزنم و من به خاطر ویو دارم کار میکنم. نه، دیوونه بازی خیلی بوده تو اینستاگرام در میارن. من 18 ماه توی بندر عباس خدمت کردم، الان تازه خدمت رو تمام کردم، یه 2 ماهی میشه. یه ویدیوی قبل دنبال ویو و نمیدونم این چیزا من نیستم. دلم میخواد مثلا کارم حمایت بشه. تویی که داری این ویدیو رو نگاه میکنی حمایت بشه از ویدیو، تویی که داری این موزیکو گوش میدی حمایت بشه. الان من یه آلبومی دارم، یه آلبوم حدوداً نمیتونم دقیق بگم چند تا ترک داره توش، ولی یه آلبوم تو راهه. دلم میخواد از این آلبوم حمایت بشه. من تمام توانم رو میذارم، از شما میخوام تمام توانتون رو بذارید براش. نیاز ندارم مثلا بیای بری هر جا بگی آقا این حسین تومار، این فلانه، این فلانیه. نه، دوست دارم حمایت بشه. چطوری؟ آقا بفرستید برای رفیقاتون، نمیدونم لایک، هم با همون لایک، با همون کامنت حمایت کنید. اما خیلی ها هستن ازشون به عنوان میان ازشون حمایت میکنن، خیلی از آهنگسازا میان حمایت میکنن، ولی من نه. من هیچ کی ازم حمایت نکرد، خودم اومدم
از یه جایی به بعد دیگه واقعا شروع شد اون چیزی که مثلا جرقه‌ای که میخواست تو من به وجود بیاد، از یه سنی به بعد جرقه رو زد و باعث شد من تو این رشته بهتر باشم. هر توانی که دارم از خودم رو بذارم برای این کار. توقع رو دارم که شما که این موزیکا رو گوش میدین یه حمایت ریزی هم ما بکنیم. یه مشکلی که داریم ما این نیست که به ما معرفی نشده، نه، مشکل از هیچ کدوم از یکی مردم نیستن. مشکل چیزی که بد جا افتاده، بد معرفی شده. مشکل معرفی شدنه نیست، مشکل چیزیه که بد معرفی شده. آقا این موزیکه، اگه این موزیکه از چه شاخهای درست شده، سبکش چیه، نه که اینکه ما بیایم موزیکو آقا بگیم این بلنگوه، موزیک نیسته، داره بلنگو پخش میشه دیگه بلنگوه. نه، داره از نمیدونم کامپیوتر پخش میشه کامپیوتره. نه، موزیک از چی درست شده، چه سبکی، آقا طرف داره چه سبکی میخونه. اینو ما باید پیشو بگیریم که چیزی که داریم دنبال میکنیم چیه، محتوا داره، آیا ما برای محتوا گوش میکنیم، برای چی گوش میکنیم. این چراه همه جا هسته. شما باید توی زندگیتون هر جایی میرید از این چرا استفاده کنید. چرا من الان چرا دارم داد میزنم، من الان چرا دارم تو گوش تو میزنم، چرا تو داری تو گوش من میزنی. ما باید از اینا استفاده بکنیم، از این چرا جای درستش استفاده کنیم. بله، توی این بازی دیوونه بازی خیلی میتونی در بیاری. من از همه بدون دیوونه ترم. خیلی وقتا دیوونه بازی در میارم، ولی درست دیوونه بازی درست در میارم. میتونیم دیوونه باشیم ولی بالاخره ما آدمیم، باید بدونیم اولویتامون اول چیه، از چه چیزی، از چه جایی داریم شروع میکنیم، اصلا این چیزی که داریم گوش میدیم چیه، چیزی که داریم میبینیم. اصلا بیایم از موزیک بیرون، اصلا بحثمون موزیک نیسته. کسی که باید بگیره خودش میگیره چیه. ما داریم از چیزایی که پیش میاد دور اطرافمون از اینا داریم صحبت میکنیم. اگه قرار باشه ما دیوونه بازی در بیاریم در میاریم. اگه بخوایم به دیوونه بازی باشیم ما خودمون استاد دیوونه بازی. من اگه در کل توی زندگیم بخوام کاری رو انجام بدم، اول انجام نمیدم، ولی یکمیام انجام میدم، اونم درست انجام میدم. در کل نمیخوام تایم ویدیو طولانی بشه. حالا من اگه بتونم تو چنل یوتیوب، این مشکل اینترنت دارم، این اینترنت هایی که هم ضعیفن، میدونی مثلا الان من بخوام یه ویدیو بذارم حداقل 12 گیگ، نمیدونم 15 گیگه. من این اینترنت کل ماه هم تو 10 گیگه. من چطوری بیام این اینترنت 10 گیگ رو تبدیل کنم به 12 گیگی با این اقتصاد و یوتیوب و این هم که ما تو ایرانیم دیگه. خلاصه نمیخوام تا این ویدیو بالا بره. بکوبید حمایت ها رو برامون ببینم چطوری میکوبید. مرسی که تا اینجا تماشا کردید. حالا کسایی که تماشا کردن دمشون گرم. من از این به بعد ویدیوهای بیشتری میذارم. فعالیتم تو یوتیوب دیگه شروع کردم امروز. فقط موزیک نمیذارم، یه سری برنامه ها دارم. حالا اگه بیشتر بشه این حمایت ها، فعالیت ها هم بیشتر بشه. خیلی ممنون. خدا نگهدار.